هی گایز، منم ریستیر هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا تا که این ویدیو متوجه شدین، امروز قراره با هم دیگه 2 تا پک کیمدی 2025 رو باز کنیم که برعکس گرفتمشون. همینطور که میبینی یکی آبی یکی صورتی. بریم ببینیم که توی این 2 تا پکمون چه کارتایی در میاره. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو بهتون بگم که اگر تا آخر این ویدیو همراه ما باشید کد یکی از کارتا رو بهتون لو میدم. خب آقا بدون معطلی بریم سراغ باز کردنشون. اگه اشتباه نکنم سومین پارتیه که دارم براتون آنباکس کیمدی میذارم. آقا بریم با قیچی بازش کنیم. آقا این از این درش باز شد. من خودم نگاه نمی کنم، میارم بیرون و استندشه دیگه بقیهش. آقا استندش از بازیکن منسیتی آقای کوواچیچ. فکر کنم مدافع منسیتی. میگیم سراغ 2 تا برچسب. بچه من کارتا رو بهتون نشون نمیدم. 2 تا برچسبمون رو میبینیم. یکیش مولره و اون یکی کمان، کینگزلی کمان، بازیکن بایرن. اون یکی هم بازیکن بایرن. 2 تا بازیکن بایرن برداشتیم که در آوردیم، یعنی که یکیشون پیشکسوت بایر مونیخ هستن. بریم سراغ کارت بعد. ماتئو کوواچیچ، بازیکن منچستر سیتی، تیم ملی کرواسی اگه اشتباه نکنم. اتک 81، دیفنس 77، کنترل 82، اوورال 81. همینطور که میبینید. آقا بریم سراغ کارتش رو از بازیکن بارسلونا پریمیوم و باورم نمیشه بچه مسی. وای حاجی، کاش برچسبش هم مسی بود. مسی چیه این؟ پریمیوم همه چی 100، مسی 100 در آوردیم دیگه. لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا پریمیوم. فکر کنم بچه این بهترین نسخه بازی کنه. باورم نمیشه بارسلونا باشه، آرژانتین باشه و مسی باشه و 100 باشه. بریم سراغ پک دوم. پک اول عالی بود دیگه، هول شدم اینقدر کارت خفن بود. بریم سراغ پک دوم. راجع به استندش هم بخوام بهتون بگم آخر ویدیو براتون استنداشو باز میکنم، یعنی وصل میکنم و بهتون نشونش میدم. خلاصه که این 2 تا بود. البته برچسبش هم بذار بهتون بگم اوورالشو. مولر که خب 100 بود، مثل مسی بود، پریمیومشه. و کمان اتک 84، دیفنس 80، کنترل 82، اوورال هم 83. هنوزم تو کف این مسی هم خیلی خفنه. بریم سراغ پک دوم. ببینیم این یکی هم مثل این یکی 2 تا این یکی خوش شانس خواهیم بود یا خیر. آقا بریم که بدون معطلین هم بازش کنیم. من اگه بتونم جای درست. بله خب آقا اینم مثل قبلیه. من خیلی نگاه نمی کنم اینا توش چیه و همینجوری در میارم. اول از همه از برچسبش میکنیم. بله، بازیکن از تیم اینتر میلان، هم تیمی امباپه، پاوارد نمیشناسم واقعیت پاوارد رو. بریم سراغ برچسب. و کلاب لیورپول نداشتم واقعیت. لیورپول هم خیلی دوست دارم. لیورپول تیم مورد علاقه من توی انگلیسه و الانم که تو اوجشه و خیلی خوبه. برچسب رو ببین کی در اومد. آقا مگه میشه مسی و رونالدو توی یه ویدیو؟ حتی این برچسب بشه النصر، رونالدوی النصر، کریستیانو رونالدو. کاش امضاش در میومد حداقل برچسبش. و کریستیانو رونالدو اتک 85، دیفنس 40، کنترل 86، اوورال 86. بد نیست ولی خب کاش مثل مسی بود. عالی آقا. تیم ملی پرتغال و تیم باشگاه النصر. بریم سراغ کارتمون. آقا این یکی دیفندر باستیک لیونتر نوشته، همون پاواردیه که خب قطعا این باید در میومد احتمال زیاد. فکر میکنم که در اومد. بازیکن اینتر کجایی؟ فرانسوی با اتک 39، دیفنس 80، کنترل 79، اوورال 80 خیلی کمه. بازیکن ضعیفیه. فکر کنم مدافع اینجا پستشو زده. میبینید مدافع نوشته، یعنی نوشته که عکسشو زده ولی نمیدونم مهاجم مدافع چیه. خلاصه تو کامنت ها بنویسید. بازیکن بعدی هرناندز. بچه اینو کارت چی اسمش؟ رویال، کارت رویال فرانسه و
بچه این کارت من تا جایی که میدونم یه حالت المانای اون کشور رو میاره به نمایش میذاره که خب اوورال و هیچ کدومش هم هیچ چیز رو نمینویسه اینطور که میبینید. و نمیدونم بچه الان ایدن هازارد فکر کنم، نه تو هرناندز توی چه تیمیه ولی دیفندر ننوشته تو هرناندز. یه راست فکرم ایدن هازارد نمیدونم باشه تو کدوم تیم بازی میکرد، توی کامنت ها حتما بنویسید، اسمشو خیلی شنیدم. آقا بدون معطلی بریم سراغ برچسب ها، برچوس استندا و برچسباشون. این استند که اگه پایشو گیر بیارم من حالا دقیق براتون نمیذارم، استندشو بس میکنم بعد بهتون نشون میدم. 2000 years later. آقا متاسفانه پشت چسبوندم ولی خیلی بد چسبوندم، تو فیلم دیگه حدودا معلومه خیلی داغونه عجیب ازش. ولی خب اشکال نداره، بریم که جلوش هم بچسبونیم پشت بازیکن. خدا رو شکر باز فعلا پشتش خراب شده، این جلوش من چون کارتا رو به صورت صورتشون میذارم و به خاطر همون خیلی معلوم نمیشه. اشتباه کردم بود که سریقه پا از سر شروع کردم و خب از سر اگه شروع کنی خراب میشه. الان این دفعه با پاش گذاشتم و خیلی بهتر از سریقه شد، خیلی بهتر که دقیقاً درست افتاد دیگه، دقیقاً وسط الان اگه این نور بذاره. بله بریم سراغ برچسب دوم که میشه برچسب کی؟ بازیکن من سیتی. آقا هازارد خدا رو شکر فعلا پشتش خوب شده و بریم که صورتش هم بزنیم. خیلی با کیفیت کارت هازارد و استندش، نمیدونم 2025 خیلی بهتر شده برچسب نسبت به 2024. و تا اینجای ویدیو اگه اومدید و ساب نکردید، لایک نکردید، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و همین اول کاری از من حمایت کنید. اوایل کارم توی یوتیوب هستش و خیلی بهم کمک میکنه حمایتش. این هم صورتش جلوی چهرش و اینم از این بازیکن پاوارد و کوواچیچ، شماره 8 و 28 همینطور که مشاهده میکنید. این لعنتی خیلی بد شد پشت. آقا یه مروری بکنیم بر بازیکنایی که درآوردیم. آقا همین استندا رو اول میگم، این دو بازیکن بزرگوار پاوارد و کوواچیچ، من هی اسمشون رو نگاه میکنم که یه وقت سوتی ندم. بریم سراغ دو تا از برچسبامون که این میشه این دوتاش هم بایر مونیخ، کومان و مولر 100. اون یکی برچسبامون که یکیشو فکر کنم گم کردم، برچسبامون یکیش نیست، اینم کلاب لیورپولمونه. بذارید من تا پیدا کنم کارتا رو. اینا کریستیانو رونالدو النصرمون که خب بهترین برچسبمون این بود، بعدش لیورپول و بعدش مولر رو در خم کومان. نمیدونم شاید مولر بهتر باشه چون 100. خب بریم سراغ کارتامون. کوواچیچ من سیتی، بازیکن پاوارد اینتر اسمش هم یادم میره، و لئو مسی در آخر با اوورال 100. آقا بین کارتامون هم قطعا مسی اوله، کوواچیچ دوم و پاوارد هم سومه. علاوه اوورال هم اگه نگاه کنید همینه، کوواچیچ یه دونه، ماتئو کوواچیچ یه دونه اوورالش بیشتره 81 اون 80. آقا میرسیم به آخر ویدیو و اون قولی که بهتون دادم و اینکه قرار بود کد یکی از این کارت ها رو بهتون بگم. اینطور که این چند نفر بودم و گفتم کد یکیشون بهتون میگم. فقط بچه تو معرفی کارتا تو هازاردم بهتون بگم، اینم هست دیگه. عرضم فقط آقا بین این کارتا مسیو که واقعا حیفم میاد بگم، خب مسی بازیکن مورد علاقمه، اینو میخوام بر خودم نگه دارم. از اون طرف پاوارد خیلی بازیکن کارت به درد نخوریه، این تیو هرناندز هم خاصه کارتش. من میخوام یه کارتی بدم که نه خیلی بد باشه دیگه، خوب باشه دیگه حدودا. مسی رو حیفم چون اولین کارتیه که مسی درآوردم و اگه تو ویدیوی بعدی درآوردم مسی حتما اون رو رمزشو بهتون لو میدم. کوواچیچ که بازیکن من سیتی خیلی بازیکن خوبیه، همین الان کدش هم اولین نفری که این ویدیو رو ببینه قطعا برمی‌داره اگه دوربین فوکوس کنه. من عکسش هم براتون تو ادیت میارم دیگه، حالا اگه اینجام نتونستید دقیق بنویسید عکسشو براتون آخر ویدیو میذارم. آقا خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین، امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله بغل سابسکرایب هم حتما بزنید که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم شما اولین نفری باشید که از اون ویدیو باخبر بشید.